بهداشت و حفظ سلامتی مردم از فعالیت پرثمر مرکزهای سلامتی و طبابتگاه‌ها وابستگی کلان دارد. یک طبابتگاه زمانوی دوای درد با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری صاحبکاران محلی شهر حصار ساخته به استفاده داده شد که دارای همه تجهیزات‌های طبی زمانوی میباشد. طبابتگاه از 8 حجره کاری از جمله عصب‌شناسی، اولتراسادا، ثبت برق دل، آزمایشگاه و داروخانه گیاه‌های شفابخش عبارت بوده 4 عدد کت‌های روزانه میتواند به بیماران خدمت رساند. استراحتگاه شنبری شهر حصار که امروزها معالجه‌گاه دوست داشته هزارها نفر ساکنان تاجیکستان و سیاحان خارجی گردیده است، گیاه و آب‌های شفابخش آن در اینجا آورده شده بیماران میتوانند طبابت بگیرند. اساسگزار صلح وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم امام علی رحمان 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. ما هم تصمیم گرفتیم که در همه حدود شهر حصار یک طبابتگاهی با آب و لای گیاهی وطنی کتی تشکیل نمودیم. در این طبابتگاه ما اصلا آب و لای گیاهی وطنی از ناحیه تیمورملک، آب از سنتار شاهنبری، پرافین از یک از ولایت‌های روسیه، اینجا سوزن درمانی، محض درمانی، طبابت‌های برقی تشکیل نمودیم. اساسا اینجا بیماری سیستم عصب، بیماری‌های معده روده، بیماری‌های تلخدان، غدودهای زیر معده پانکراتیت، بیماری‌های پروستاتیت، بیماری‌های امراض زنانه، بیماری‌های تربات، روماتیسم، ارتریت، پلی ارتریت، بیماری‌های استخوان درد و تکیه‌گار طبابت می‌کنیم. طبابتگاه دوای درد برای زیاده از 6000 نفر اهالی دهه‌های اطراف پیش بینی شده 10 نفر متخصصان صاحب تجربه به مردم منطقه خدمت طبی میرساند. تاجیکستان که دارای گیاهای زیاد شفابخش میباشد، طبیبان از آن بیماری‌های عصب، پوست، درد سر و صدها نمود درد را طبابت میکنند. در بیمارخانه ما 10 نفر صاحب کار گشتند. این 2 نفر با معلومات عالی، خب 5 نفر با معلومات میانه مخصوص، همشیرای طبی، همشیرای شوخت، زیاده 50 نمود گیاهای وطنی که ما به مراد طبابت میکنیم. اساسا گیاها را ما کتارکای خطلان میبریم از منابات، خب از طرف دستی جوم، کتارکای حصار، از طرف کتارکای رامید، درای خرطاق، دری ورزاب. طبیبان همچون قید می‌نمایند که طبابتگاه در یک موسم طبابت امکانات 1500 نفر را دارد. رابرت نقشه دارد برای شرایط خوب تشخیصی و طبابت بیماران کوشش به خرج نماید.